وفات عجیب و غیر قابل باور خانم نغمه، هنرمند مشهور افغان در امریکا. این خبر تا چی حقیقت داشته است؟ نغمه هنرمند مشهور در کجا بود؟ دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چی بوده است؟ گفتنی های تازه علاقمندان نغمه و شفیق مرید داماد نغمه. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدن این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت همیشگی از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مشهور، ستاره ماندگار، یکی از محبوب ترین هنرمندان زن افغان در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوزاران خاص خودش را دارد. نغمه ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، عاشقانه هنر موسیقیش را از سن نوجوانی پیش برد. کارهای هنری نغمه مورد حمایت گسترده افغانها قرار می گرفت. نغمه هنرمند مشهور افغان عاشقانه تا کنون آهنگ می سرود، اما یک سال می شود دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است و کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرده است. این همه در حالی است که نغمه اصالتا پشتون است. از مادر و پدر پشتون دیده به جهان گشوده است و بزرگ شده شهر زیبای کابل از دوره لیسه را در مکتب الفت به اتمام رسانید. تا کنون دوبار ازدواج کرده است. هر دو ازدواج نغمه از هم پاشیده است. نغمه در کشور امریکا با دخترانش زندگی می کرد. این همه در حالی است که تازه تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی دست به دست می شود که نغمه در کشور امریکا وفات کرده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که آیا این خبر تا چی حقیقت دارد و یا هم خیر. ولی ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.